یه نفر مرد، رفت پیش خدا، یه تابلوی گذاشتن، دید این خطا اینجوری 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 اینجوری. با این چیه؟ گفتن که اون هادی که همراهش بود تو برزخ گفت این زندگیته، اینجا متولد شدی، اینجا اومدی پیش ما. گفت خطا چیه؟ گفت تلاطم زندگیته دی. اینجا رفتی بالا، مشهور شدی، پولدار شدی، بردی، یه جا ورشکست شدی، خوردی، زمین افتادی، دوباره بلند شدی، دوباره. اینا پستی بلندی های زندگیته. تو یکی از این پستی بلندی ها یکیش خیلی ارتفاع داشت. گو این چیه؟ گو این مسئله سخته زندگیت یادت نفس بریده بودی؟ گو خیلی سخت بود، کم آورده بودم. بعد خوب که دقت میکنیم اینه روی این پستی بلندی ها رد پاس. میگه این چیه؟ میخوای رد پاس. میگه که چی جالب، میگه زندگیت اینم رد پاس. بعد میگه پس اینجا 4 تا، من 2 تا پا دارم. میگه 2 تا دیگه خداست. خدا با توه، با تو میاد، بس دیگه داره صداش بزنی، ازش کمک بخوای. برای این بچه ها کسب و کار سخته. هر جای گیر کردی مثل که به اورژانس زنگ میزنی یا با آتش نشانی، یه جای یه گوشه مهم نیست، نه ساعتش نه مکانش نه زمانش، اصلا مهم نیست. چه لباسی تنته، کفش باته یا کفش پات نیست، ولی یه گوشه میری با هر زبونی که راحتی بهش میگی تو کجایی تا شوم من چاکرت. خدا کجا نیاز به کمک دارم، باور کنی جواب میده. صداش میزنی اجابت میکنه. میگه مرا صدا کنید تا اجابت کنم شما را، بخوانش. بعد نگاه میکنه میبینه که یه جای اون مسئله سختش فقط رو 2 تا رد پاس. با هادی میگه این خدا رو هم دقت کردی جای تپه مپه با ماست، جایی که دیگه خیلی سخت میشه رد میشه میره. میگه برای چی نمیگه؟ میگه نه دیگه تا اینجا اومده بعد دیگه نیومده، این مسئله سخته رو خودم تنهایی رفتم. نگاه رد 2 تا پاس. هادی لبخندی میزنه میگه نه کم آورده بودی، داشتی میافتادی، خدا بغلت کرد، این رد پای خداست، تو بغل خدا رفتی. نمیشه بدون خدا به آرامش رسید. اونی که شما میبینید اون آسایشه. آسایش الزاماً آرامش نمیاره. آرامش یعنی این که بتونی درد دیگران و درد خودت بدونی، بتونی در عین حالی که یک نفر ملتهب و مضطرب و پریشانه تو آروم باشی و بغلش کنی و بهش بگی خدا